بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب و احترام حضور همه هموطنان نایب گرامی. من میخواستم در مورد چند نکته مهم، چند راهنمای بسیار با اهمیت به ویژه در مورد سیلاب‌های اخیر صحبت بکنم. ما تلفات و خسارات فراوانی داشتیم متاسفانه و این موضوع هر روز تکرار میشه و نیاز هست که این موضوعات مجددا تذکر داده بشه و روی از اینا یک مقدار تمرکز شود، دقت شود. بحث سیلاب‌ها از جمله حوادثی هست که بیشترین تلفات و خسارات در سطح دنیا این حوادث داره، مخصوصا در افغانستان. ما همه ساله با سیلاب‌های دریایی روبرو میشیم. معمولا سیلاب‌ها از تپه‌ها و شله‌ها میآید و از مسیر سرک تیر میشه، سرک‌ها رو بند میکنه و اکثر دریورا، اکثر راننده نمیفهمند در چنین حالتی چی واکنش نشان بدن. این مسئله بسیار مهم است. مهمترین مسئله ای هست که ما آب دست کم نگیریم. وقتی با جریانی از آب روبرو میشیم، این جریان میتونه بسیار زیاد ویرانگر باشه. مثلا آب اگر 15 سانتی متر باشه تا به جلک پای یک نفر برسه، یعنی یک فرد جوان رو میتونه سرنگون بکنه به راحتی. و اگر جریان آب بالاتر از 30 سانتی متر باشه یا تا به 30 سانتی متر برسه، میتونه یک موتر کرولا، یک واسطه نقلیه که 4 نفر در اون میگیره، معمولا خانواده ها از او استفاده میکنن، او رو میتونه برداره، بی وزن بکنه و او رو به یک پایین دست ببره و به مشکلات روبرو بسازه. و میرسه به موتورهای سنگین بار. جریان آبی که نیم متر باشه، یعنی از زانو به بالا تقریبا به زانو برسه، این جریان آب میتونه حتی موتر لندکروز، موترهای مثلا مسافربری را برداره و اونا رو با چالش های جدی روبرو بسازه. ما در چند شب گذشته شاهد واژگون شدن موترها بودیم، موترهای سنگین بار. به ویژه در سرک هرات کابل دیدیم که یک موتر مسافربری وارد آب میشه، متاسفانه سرنگون میشه و مشکلات زیادی مسافرین از او تحمل میکنن. خوشبختانه جان از اونا نجات پیدا میکنن. مسئله مهم این هست که ما باید وقتی با یک جریان از آب روبرو میشیم، جدا از ورود به این جریان خودداری بکنیم. دلایل عمده وجود داره. دلیل اول این هست که ما نمیفهمیم عمق آب چقدر است. مسئله دوم این هست که وقتی جریان آب به زیرساخت سرک برخورد میکنه، میتونه سرک تخریب کنه و ای که برای ما نامشخص است که آیا این جریان آب تا چه اندازه هست و طبیعتاً در اکثر اوقات میتونه که خطر فراوان برای حاملین موتر ایجاد بکنه. بنابراین باید از ورود به جریان آب جدا خودداری بکنیم و یک قانون طلایی در دنیا وجود داره. میگه وقتی تو با یک جریان آب روبرو میشی، فوراً دور بزن، راه دیگر رو انتخاب کن، یا چند ساعت صبر کن، تحمل کن، جان خود و جان عزیزان رو به خطر نینداز، جان مسافرین رو به کام مرگ فرو نبر و یا اموالی که در پشت موتر داری اونا رو به خطر نینداز. بنابراین اینا مسائل مهمی است. آب شوخی بر نمیداره. جریان آب میتونه بسیار جدی باشه و از این آدرس افراد زیاد جان خود را از دست دادن. و وقتی ما با جریان آب روبرو میشیم و ما رو غافلگیر میکنه، مثلا آب بسیار تیز هست و ما در داخل موتر قرار داریم، چه باید بکنیم؟ خب در این وقت ما میتونیم که شیشه موتر رو مثلا پایین بیاریم و خود رو به سقف برسونیم، یعنی در روی سقف قرار بگیریم. در اکثر جاها کسانی که در روی سقف موتر قرار گرفتن، مثلا در حادثه شندن، تمام راکبین موتر، تمام مسافرین موتر نجات پیدا کردند. در جاهای دیگری از دنیا افراد باید وقتی در سیل گیر میکنند و در داخل موتر هستند، باید در پشت موتر، یعنی در سقف قرار بگیرند و اونجا منتظر کمک بمانند. داخل شدن در جریان سیلابی، جریانی که تیز هست، مساوی با مرگ است. و اگر جریان آهسته هست، یعنی آب ایستاده هست، باز هم احتیاط شود و با هماهنگی با کسانی که در اطراف هستند، با هماهنگی از اونا با کمک چوب دستی میشه که خود از موتر بکشین و آرام آرام به یک جای بلند. و اگر در شرایط قرار میگیریم که ما در داخل جریان افتادیم و غافلگیر شدیم و باید طبیعتا آرامش خود را حفظ بکنیم، حالا ما در داخل جریان سیلابی هستیم و الزاما اگر بتونیم پشت به آب حرکت بکنیم، یعنی
پشت ما به آب باشه و به طرف سر حرکت نکنیم. یعنی وقتی آب ما رو میبره تلاش بکنیم که حرکت ما یعنی به طرف پا باشه، یعنی از طرف پا به طرف جریان آب حرکت بکنیم. به این حالت میشه که به اصطلاح سر اه، حفظ بمونه و طبیعتا وقتی حرکت میکنیم کوشش بکنیم در زیر یک درخت یا مثلا در زیر یک شی، در زیر یک فلز یا هر چیزی که پیش روی ما میآید در زیر قرار نگیریم. کوشش میکنیم که در روی او چیز قرار بگیریم و مسئله مهمتر این هست که تا جایی که میتونیم خود دست خود را گیر بدیم به او وسایل یا او چیزهایی که در داخل آب شناور هست و این میتونه جان ما تا حدود زیادی نجات بده و چانس زنده ماندن ما بالا ببره. مسئله مهم این هست که ما باید از جریان آب کاملا خودداری بکنیم. جریان آب میتونه بسیار زیاد خطرناک باشه. جریان آب جدی هست، جان را تهدید میکنه، وسایط را میتونه بی‌وزن بکنه، اونا رو برداره و آسیب برسانه. پس وقتی ما به یک جریان آبی در سرک روبرو میشیم، در شاراهای مختلف روبرو میشیم، کوشش میکنیم که وسایط خود در داخل جریان نبریم. طبیعتا وسایط شناور میشه، بی‌وزن میشه، جریان آب او رو به پایین دست میبره و جان ما رو به خطر میاندازه. این تعهد میبندیم و این جزء معلومات اساسی هست، جزء راهنمودهای اساسی هست و این مد نظر میگیریم. صبورتر میباشیم تا جان ما و جان هموطنان ما حفظ بمانه. بسیار زیاد تشکر.